همسایه‌مون متوجه شده من چشم دنبال پسرشه، داره سوء استفاده میکنه. امروز می‌خواست بره خرید، آورد گذاشتش خونه ما و رفت. چیه مگه 5 سالشه این پسر همسایه‌مون، داداش بزرگم نداره، هیچ فامیل بزرگتر از نوع ذکورم نداره. پس به چه درد میخوره؟ به درد آموزش دادن. فکر کن مامانه انقدر همه چیزو فیلتر شده تحویل بچهش داده که پسر گنده فکر میکنه لک لک ها بچه ها رو از بالا پرت میکنن تو خونه ها. کلی زحمت کشیدم، اطلاعات واقعی به بچه دادم. الان دیگه میدونه که لک لک ها بچه ها رو پرت نمیکنن تو خونه ها، آروم با نوکشون میارن میذارن تو بغل مامانا. راستی اگه آدمی هستین که هی اطلاعات فیلتر شده در طول عمرتون دریافت کردین، من داوطلبانه حاضرم کمکتون کنم برای دستیابی به واقعیت ها. دیروز تو خیابون داشتم راه میرفتم که یهو یکی از بچهای قدیمی دانشکده رو دیدم. خیلی قیافش عوض شده بود پسره، با این حال من شناختمش. آخه درسته یه چند سالی ندیده بودمش، البته همون موقع که همکلاسی بودیم هم فقط یه سلام خدافظی بود، ولی بعداً دوست فیسبوکیم شد. منم کنجکاو هر از گاهی میرفتم عکساشو دید میزدم، وبلاگشو میخوندم، استاتوساشو رصد میکردم. خلاصه انقدر ازش خبر داشتم که تا دیدمش گفتم اون ولت کرد یا تو به هم زدی؟ اصلا نفهمیدم برای چی شاخه‌ای زد بیرون، ولی برای اولین بار دیدم که یه پسر لپاش قرمز شد و گفت یعنی تو عکسای سیکرت منم تو فیسبوک دیدی؟ گفتم حالا چرا سرخ میشی؟ دهکده جهانی یعنی همین دیگه، سیکرت میکرت نداریم که. البته خواستی برو سکیوریتی آلبوماتو عوض کن. خب حالا نگفتی تو ولش کردی یا اون ازت خسته شده بود؟ ننجون چند وقتی قرقرو شده، میره میاد میگه پاشو از پای این کامپیوتر، مایه فسق و فجوره. از لحظه‌ای که چشاتو وا می‌کنی سرت یا تو این سایت‌های خبریه یا داری وبلاگ می‌نویسی یا در حال چت کردنی. الان مثلا این چیه اینجا واژه صفحش عکسای قاطی پاتی دختر پسرا رو داره؟ این سایت یه دانشگاه ننجون، میخوام اپلای کنم برم یه کشور خارجی درس بخونم، اینجا که نمیشه. لابد بعدش هم میخوای مقیمی شی ها؟ بله اگه بشه اقامتم میگیرم مقیم میشم. حالا میشه همون ننجون روشن فکر دوست داشتنی خودم بشیم؟ نه، وقتی پای آبروی خانواده در میون باشه از این قرتی بازی ها خبری نیست. پاشو میخوام یه نرم افزار نصب کنم که یه سری سایتو فیلتر کنه، تو اینقدر نگیری بشینی پشت کامپیوتر وقتت هدر بره. منم یه وقتی داشته باشم بشینم با پیرزنای پارکمون چت کنم. پاشو دیگه.